افسانه خلق تاجیک ایرجی دیوافکن بود نبود یک زمان در ختلان زمین سفرنام مردی هنرمندی بود. وی در برابری سنگ آسیاب تراشی این چونین ستون دیوارهای قصر و قلعه ها را از سنگ می تراشید. یک زمان به وطن او لشکری خونریز و بیرحمی دیوها هجوم کردند. سنگ تراش همراهی هموطنانش به جنگ زید دیوها رفته چند وقت در میدانهای حرب و ضرب کارنمایی نشان داد و نهایت به دست دیوها اسیر افتاد. سالها می گذشتند ولی از او درکی نشد. پسری سنگتراش ایرج که آن وقت 1 ساله بود به پدر کلان شد. ایرج از خردی آثار شجاعت و دانایی از خود ظاهر می کرد. چالاکی و حسن و آداب وی حیرت انگیز بود. مادرش او را به مکتب داد. ایرج در مکتب از همه نغزتر می خواند. هم مکتبانش او را دوست می داشتند. هنگامی دمگیری گرد او جمع شده صحبت می آراستند. ایرج کلان شد. جوانی تنومندی 4 پهلو بود. قدش بلند و بازوانش مستحکم. بهار رسید. نوروز آمد. مردم لباسی ایدانه پوشیده در میدانی که در کنار دیه واقع شده بود جمع شدند. بزکشی گوشتگیری سر شد. نوازندگان نواختند، حافظان سراییدند، شیرینکاران بازیدند. ایرج به میدانی چوگان درآمد. چند بار از بالای اسب گوی را به دروازه حریف زد. غلغله تحسین و آفرین مردم به هوا پیچید. تیراندازی سر شد. چون نشان یک انگشتری را آویختند. بسیار جوانان تیر و کمان گرفته به نشان تیر انداختند. تنها تیر 2 نفر از انگشتری گذشته رفت. این دشوار نیست؟ گفت ایرج. مرگن اگر هنرمند باشد 3 تیر را به هم دیگر می دوزد. تو کیستی و چرا این خیل میگویی؟ حیران شدند مردم. تو هنرت رو کنی نشان ده؟ ایرج تیر و کمان گرفته پای چپش رو به زمین تیرگک کرده کتفش رو عقب برده 1 تیر به درخت زد. تیر دوم به تنی تیر یکم و تیر سیوم به تنی تیر دوم رفته در آمد. باز غلغله تحسین و آفرین به آسمان پیچید. روز دوم ایرج را به اسکربازی دعوت کردند. جوانان را به 2 گروه جدا کرده 1 گروه را لشکری دشمن، گروه دیگر را لشکری وطن اعلام کردند. ایرج لشکری وطن را سرور شده چنان کرد که دشمن را به غفلت مانده به او ضربه زد. از هر طرف صدای کرنه و سرنای، نقاره و دایره بلند شد. گشتگیری آغاز شد. پهلوانان دیهه ایرج با پهلوانان دیهه دیگر گشتی گرفتند و همه مغلوب شدند. ایرج به میدان درآمد. پهلوانی دیهه همسایه دید که 1 نوجوانی 15-16 ساله به او طلبکار شده است. ناپسندانه گفت تو هنوز بچه ای، با بچگان گوشتی نمیگیرم. این گپ به ایرج سخت رسید. بچم یا نه به این کاردار نباش، زور باشی هنرت رو نشان بده، گفت ایرج و دستی حریفش رو گرفته چنان کشید که از او 2-3 قدم پیش گذشت. پهلوان جدی بودن این گشتگی رو فهمیده به ایرج در افتاد. ایرج از میان او گرفته به طرف خود کشید و او را برداشته بالای سر 1 تاب داده به زمین گذاشت. مردم کف گفتند. صدای کرنه و سرنای بلند شد. بگاهی وقتی که جشن به آخر می رسید بسیار مردم از آن جمله سالخوردگان پیش ایرج آمده مبارکبادش کردند. پدرت مردی شجاع بود، تو از وی کمی نداری، گفتند آنها و دعا دادند که صاحب ظفر باشد و وطن را از دشمن حمایه نماید.
ایرج این گپ‌ها را شنیده باری نخست درباره پدرش جدی فکر کرد. من تا این وقت درباره پدرم درست فکر نکرده بودم. از دل گذراند ایرج. پدرم در اسارت از تو من بی غم و بی پروا گشتم. همین لحظه گویا به گوش او صدای رسید: ایرج، من در قفسم، آزادم کن. رنگ ایرج کند و در چهرهش اضطراب پدید آمد. چشمان کلانی جذابش لالگون شدند. غرقی فکر و خیال به خانه‌شان آمد. مادری دلاگاهش سبب پریشانی فرزندش رو فهمید و به چشمانی پرآب او نگریسته از پیشانیش بوسیده گفت: عزیزم، نهال بختم، چرا در روز نوروز همه خرسندند و تو غمگینی؟ شنیدم که در مسابقه ها غالب برآمدی، کی تو رو ناراحت کرد؟ مادر جان، گفت ایرج، مردم پدرم را یاد کردند و صدای او به گوشم رسید. من در قفسم، آزاد کن، گفت پدر. مادر مایوس شد. او به جز تسلی دادن فرزند علاج دیگر نداشت. پدرت به مرحمت پروردگار آزاد خواهد شد. آهی سرد کشید مادر. باید انتظار شویم پسرم. ایرج بیقرار شد و به مادر رو آورد. پدرم در کدام زندان است؟ اسیری کیست؟ از روزی که من خودم را شناختم او را ندیدم. دیگر طاقت شنیدن این حرفا را ندارم مادر پسرش را کمی آرام کرد و به گپش ادامه داد. پدرت اسیر دیو هاست. وی هنرمند و سمتراش نامدار بود. دیوها این خیل آدم را نمی کشند که از هنر او استفاده برند. می گویند که پدرت را روز کار می فرمایند و شب در قفس نگاه می دارند. از سخنان مادر ایرج به خاطر آورد که دیروز آوازخوان این بیت را زمزمه کرده بود: بلبل ز هنرمندی گرفتار قفس شد، از بیهنری فراغت دارد زاغ. ایرج درباره دیوها نقل زیادی شنیده بود. می گفتند که دیوها مخلوقانی بدهیبت و بیرحمند. چشمانشان چون دهان شاهکاسه کلان، گوشهایشان مثل گوش گاو، سوراخی بینیشان مثل قبور و دهانشان مثل غار است. آدمیزاد را بد می بینند و در هر کجایی که او را بینند اسیر گرفته با خود می برند. گویا دیوها در کوهی عظیم قلعه ساخته هر زمان از قلعه به باشیجگاه آدمان هجوم می کنند، آنها را می کشند و غارت می کنند و می برند. ایرج تمام شب جنگ با دیوها را خواب می دید. در این جنگ خود را گاه در صحراهای پر از آتش یا در پشت سیمرغ، گاه با دیو دست به گریبان، گاه در غار و یا در سری کوه بلند می دید و گاه دستانش را قنات کرده در هوا پرواز می کرد. سحر خسته و بیمدار او از خواب بیدار شد. غم پدر و اسیری وی به دلش فشار می داد. شمشیرش رو به میانش بست و کمانش رو به دست گرفته به مادرش رو آورده گفت: خیر مادری عزیز، من رفتم. مادر چی گفتنش رو ندانسته حیران ماند. همسایه ها گمان کردند که ایرج مثل هر وقت به شکار می رود. خیر، سلامت بازگرد، شکارت با برار شود. منتظریم، باور داریم که زود برمیگردی، گفتند همسایه ها. ایرج با تبسم دستان مادرش را بوسیده اسبی با پایش را قمچین زد. چند شب و روز کوه و صحرا را طی کرده در لب چشمه از اسب فرود آمده دم گرفت. او غرق خیال نشسته بود که ناگاه در دامن کوه پیرمردی را دید. ایرج به نزد او رفت. پیرمرد به ایرج اعتبار نداد. او زیر لب دعا می‌خواند. ایرج با دقت بر روی او نگریست.
خوشصفت و بلند قامت بود این پیرمرد. ایرج سلام داد به پیرمرد. پیرمرد سر برداشته جوابی سلام داده پرسید: به کجا میروی؟ از کجا میایی ای پسر؟ من سیاح هستم، سیر و گشت میکنم، جواب داد ایرج. میخواستم بدانم که شما برای چی در این جایها که پای آدمیزاد نرسیده است تنها گشته اید؟ پرسید ایرج. من قصد جنگ با دیوان را دارم، گفت پیرمرد. ایرج این سخنان را از زبان پیرمرد شنیده از دل گذراند. این است راهنما و مددگاری من هم برای جنگ با دیوان اینجا آمدم. دست بر شمشیر برد ایرج. عجب، گفت پیرمرد. تو میدونی که ظفر با دیوان کاری آسان نیست؟ میدانم، گفت ایرج. بدان کسی که ترس و عقب نشینی نمی کند و از جانش می گذرد، همان شخص قادر است که با دیوان بجنگد، بگفت پیرمرد. ایرج سر جنبانده خود را طور وانمود نمود که چنین شخص است او. پیرمرد خرسند شده شمشیرش را الوانج داده به ایرج داد و گفت: پسرم، این شمشیر معجزه ها دارد. اولا به هر آهن یا پولاد زنی آن را می برد. دوم زخم او را هیچ دوا صحت کرده نمی تواند. انا این دفتر هم از آن توست. هر مشکلی پیش آید راهی حل آن در این دفتر نوشته شده است. ایرج دفتر را گشاده دید. آن عبارت از چند ورقی سفید بود. حیران شد و ایرج چیزی نگفت. آنچه به تو لازم است در دفتر ثبت شده است و در ضرورت نمودار خواهد شد، تأکید کرده گفت پیرمرد. ایرج با پیرمرد خیر خوش کرده به اسب سوار شد و به طرفی که پیرمرد به او راه نشان داده بود برفت. صبح در دامن کوی قلعه بلند سیاه نمودار شد و در مقابل قلعه باشد چند دسته افسر با پرچم‌ها صف آراسته بودند. ایرج به کنار رفت و منتظر شده ایستاد. همین که آفتاب عالم‌آرا دنیا را منور ساخت، لشکری آدمیزاد کرنه و طبل نواخت. زمان دروازه قلعه سیاه باز شد و چندین هزار سوراب‌های قوی پیکر کرنه نواخته به مقابل لشکر آدمیزاد برآمدند. صدای کرنه آنها به صدای درندگان شباهت داشت. اسب ایرج رمید، ولی وی اسب را آرام کرده توانست. از طرف لشکر آدمیزاد جوانی زیبای تنومند سوار اسب به میدان برآمد. آهنین پوش بود و در سر کلاهی آهنی داشت. وی کمند و کمان در کتف، نیزه و شمشیر در دست، در مقابل اردوی دیو مردانوار ایستاده حریف طلب کرد. طرف دیوان یک دیوی سوار فیل به سر سنگ آسیا برداشته به میدان برآمد. وی چنان نعره کشید که اسبها از ترس به دو پا خیستند و زمین لحظه لرزید. جوان در مقابل دیوی کوهپیکر اسب راند و با شمشیر حمله کرد. دیوی فیل سوار سپری خود را مقابل شمشیر گذاشت و به سر جوان خود را هوا داد. از ضرب گرز کمری اسب شکست، زمین و کوه لرزید. از طرف لشکر به جوان اسب دیگری رساندند. او دلیرانه خود را بالای اسب گرفت، با شمشیری 10 گزی به کتف راست دیو چنان زد که وی دو پاره شد و مثل کوه به زمین افتاد. بعد از این جوان باز چند دیو دیگری را که پیاپی به میدان می آمدند با یک ضرب شمشیر مغلوب می کرد. ناگاه از اردوی دیو هندیل نام دیوی که از بین دیوان چندین مراتبه بزرگتر و خونخوار بود به میدان برآمد. وی
چالاکانه به جوان حمله کرده به سرش کمند انداخت و او را بر روی زین برداشته به قلعه هوا داد. دیو غالب باز به میدان درآمد. هر پهلوانی که ضد او می جنگید حتما یا دستگیر یا کشته می شد. ایرج را دیگر طاقت نماند. به اسبش چنان قمچین زد که اسب در یک تخ به بالای سری دیو پریده گذشت. نه اردوی دیو نه لشکری آدمیزاد تا حال چنین رادمردی چالاک را ندیده بودند. ایرج اسب خود را در اطراف دیو 4 بار چرخ زنانده در رو بر روی دیو ایستاد و مردان نوار گفت: ای وحشی صورت خوناشام، اکنون مرگت رسید. تو رو پاره پاره خواهم کرد. کشتن تو آرزوی دیرینه من است. هنگیل ناپسندانه خندید و گفت: تو اگر مرد میدان می بودی سپر و زیره می داشتی. ایرج دلیرانه پاسخ داد: چیزی که تو نوبکار در تن داری از آن من می شود. تماشا کن ملعون. دیو از این حرفها در غضب شد و دیوانوار به هجوم گذشت. ایرج با یک ضرب نیزه او را از دستش گرفت و به زمین پرتافت. دیو خواست با گرز بر سر ایرج بزند، اما ایرج خود را به کنار گرفت. گرزی صدمنه اگر به کوه می رسید کوه طلقان می شد. به زمین رسید و به زمین در آمد. اکنون نوبت من، گفت ایرج و شمشیری از پیرمرد گرفتش را الوانج داده اسبش را به پیش راند. 2 پای اسب به کتف فیل دیو رسید. پس با شمشیری معجزه‌ناک به سر هنگیل چنان زد که سرش 2 پاره شد و تنش به زمین افتاد. لشکری آدمیزاد طبل شادی نواخت و به لشکر دیو حمله آورد. یک عده دیوها کشته شدند، عده دیگر اسیر افتادند. اکنون قلعه دیوها را ضبط کردن لازم بود. سردار لشکری آدمیزاد فیروز دلیر فرمان داد: هجوم به قلعه. این زمان از جانب قلعه سیاه دیوان آتش برخاست و بارانی سنگ به سر لشکری آدمیزاد فرو ریخت. لشکری آدمیزاد نمی توانست که پیش رود، زیرا سنگ بسیار بود. زیر آتش پردود هوا تاریک شد. کسی را نمی دید. از این حال لشکری آدمیزاد به تهلکه افتاد. ایرج که به قلعه رسیده بود زیر آتش و سنگ ماند. علاج پیش رفتن نبود. ناگاه او دفتر پیرمرد را به خاطر آورد و آن را از جیبش گرفته گشود. در صحیفه آن خطی پیدا شد: ای ایرج، با 5 نفر جوانانی دلیر به پس قلعه رو. در آنجا در غار دیوی آتش نفس نشسته است. از پشت سرش رفته او را به بند بگیر. هوشیار باش تا چشمش به تو نافتد. ایرج همان زمان با 5 نفر به عقب قلعه گذشته دیو را به بند گرفت. ناگاه رعد و برق به عمل آمده به کوه و صحرا غلغله انداخت و بارانی سخت بارید. لشکری آدمیزاد هجوم کرده به قلعه در آمد. ایرج با چند نفر سوی زندان دیوان رفت. آنها قلف‌های کلان زندان را شکسته به درون در آمدند. محبوسان که از حیات امیدشان را کنده بودند با رنگی پریده و چهره زرد ناجنبان می خوابیدند. آنها آدمان را دیده جان گرفتند و از جا خسته آزاد کنندگان خود را به آغوش کشیدند. ایرج به سوی هر محبوس با دقت نگاه میکرد، ولی از بس که پدرش را ندیده بود او نمیدانست که کدام آنها پدری او باشد. وی به طرف چپ نگاه کرد. در قفس آهنین یک مرد زیبا گاه در حالت آدم و گاه در شکل هیکل سنگی نمودار میشد. ایرج به قفس هجوم کرد. قفس ناگاه به حرکت در آمده او را عقیب راند.
فهمید که قفس رو دیوی جادوگری پاسبانی می کند. دیوی آتش نفس رو آورده امر کرد که قفس رو باز کند. زیر قفس شیر خوابیده است. غورید دیو: اگر چشم او را کور کنید قفس می ایستد و جادو بریده می شود. ایرج به زیر قفس در آمد. شیری بزرگی بدهیبتی را دید. شیر جوانی دلیری شمشیر در دست را دیده نعره زده به حمله تیار شد. ایرج به سر شیر چنان ضربه زد که درنده به حال و به مدار شده به زمین افتاد. قفس از حرکت ماند. ایرج قفس را شکست و مردی اسیر را آزاد کرد. لشکری آدمی بعد فیروزی با دیوها قلعه زیبا را تماشا کرده اسیران را بیرون آوردند. ایرج هم مردی از قفس آهنین آزاد کرده‌اش را بیرون برآورد. چشمان مرد آهسته آهسته به روشنی عادت کردند. ایرج از نشانه هایی که مادرش به او گفته بود پدرش را شناخت، اما دو دله بود که این مرد پدری او باشد یا نه. مرد از چهره گرمی ایرج چشم نمیکند. در سیمای او نشانه های آوان جوانی خود را میدید. او طاقت نکرده از جوان پرسید: تو چی نام داری ای جوانی دلیر؟ نام من ایرج است. پدرم استای سنگ تراش بود. او را دیوها دستگیر کرده به اینجا آورده بودند. نمیدانم وی زنده است یا نه. به مرد زه مانده گفت ایرج: اوه پسرم، نوری چشمم، من پدری تو همان استای سنگ تراش هستم. از جا نیمخیز شده آغوش شده ندا کرد مرد. پدر و پسر یکدیگر را به آغوش گرفته تا دیر اشک شادی ریختند. ایرج پدرش را به خانه آورد و دیگر غمی در دل نداشت. ایرج دلیر با پدر و مادرش سالهای سال شاد و خرم زندگی کردند. انا همین بود افسانه ایرج دیو افکن. شاد و فیروز باشه.